خوی از انخوی است. در کجا است؟ در موج خانه شهری سفید. در کجا؟ در کجا؟ در در کدام قسمت؟ در کجای کار؟ در پیش یخچال میگه آودان میگه در پیش از پل دیمازنگ است. از آقا صاحب تاویز آقا صاحب است کاورده ما. یا مازم آقا صاحب است. کل تاویزا از آقا صاحب. یا تاویز نیست یا نمره تلفن خودم است یا تلفن است. با آقا صاحب. آقا صاحب زنگ بزن که یک بار پیش بره. آقا صاحب نمرش نیست پیشم. چرا کم میری؟ از راه میرم برو که تو رو ببرم. خدا از راه میرم. تو نور نداری سفید است. خیاب کی بود کال آمده بود بیا در گپ ما گوش کو پس که مخابرت یک ذره گپ ثانیت از گپ گوش کو تابیزا میشه صاحبش مال ما از بی تابیزا مال ما چند قسم تابیز است خانم‌ها اینجا چی میکنن؟ یک تابیزی است که مردم جادو میکنه یک مولای است که آدم سعید میباشه و به دم دوازی پس که از پیش مکه دور کو مخابرات صدا رو میشنوه دور کو یکی است که آدم گپ گوش کو ما بزرگوار هستیم ما از قومی هستیم که ما قوم ما که است که سر دیوال چو گفته بود دیوال در حرکت شده ما از سیدای توخچی هستیم ما مردم الهی نیستیم ما مردم جادوگر نیستیم ما مردم دیگه نیستیم ما از توخچی هستیم از سیدای توخچی هستیم و به مزوج است سر دیوال میگفت دیوال چو میگفت در حال حرکت میشد ما از این مردمای نیستیم که جادوگر باشیم تاویز باشیم ما خودم نمیاله این الله علی کل شیء ان الله علی شیء قدیر ان الله علی کل شیء کل چیزا پیش انسان علیم است و وقتی که جنازه در خاک سپرده میشه یکی ملائکت است یکی للملائکت است یکی ملائکت الله آدم استکبر کان من الکافرین که انسان از ملائکه جدا میشه سه ملائکه است این دنیا تو رکی نیست که ما اومدیم مخابرات دست مرد تو این تو همشیره بگو تو تاویز داده بودی تو تاویز هستی تو ملاستی تو جادوگر هستی اگه من جادوگر بودم سرم و زدن مال میراث اگه کسی این شیطانی رو برناخ کرده بود من سرش میزنم و مالش میراث میکنم هر کسی که باشه ولو که برادر باشه قابل خونش استاد هستم من مولای جادوگر دروغگوی آدم کش قتل رازن فودری چرسی خودش که چرس میته تابلت میته او راپور نداده گپ راست همسایه است او که خودش بچه‌ها که چرس میزدن او رو نگفته تابلت که میته نگفته ما آمدیم این اسنادا کل گفت این اسنادای محترم شیدیم از کلش محترات لای نه یک دانه سراچه داریم یک دانه موترک گازی نو خریدیم که نمی کونگا کس داد در موترک میاد تاکسی ارزش پیش تاکسی داره من نمایش نمیخوام موترا رو جک میکنم اصلا موترا ببینه هر کسی که شیطانی برناخت کرده باشه کابل موتر گرفته خود ما دمیج هستیم ما خودمون مسلمان هستیم من 30 سال شده که زندگی میکنم من نگار هستم نه دوز هستم نه جادوگر هستم هر کسی که اومد 1000 دفعه این سکونه ما خودم در صاحب مسجد ها بگوی عربستان سعودی بگوی مسجد ها بگوی من خدا داشتم من مسجد میخرم آباد میکنم مردم نماز بخونه من خیرمو به مردم برسه من از این انسان ها نیستم ما پرسان که بالای سبا